آنلاین هستید و با رادیوی آزادی. تا زمان عوض شناسنامه کاغذی به پلاستیکی در تاجیکستان تقریبا 2 ماه دیگر مانده است. تنها برای یک پیچت یا که یک امضا ما باید 130 و 140 آدم باشیم در روی خط. در حالی که ناراضگی ساکنان هرچی بیشتر می شود، مقامات میگن تنها باید آنهای شناسنامه کاغذی خود را عوض کنند که صاحب سیم کارت هستند، یعنی دیگران نباید شتاب ورزند. ولی یک کارگر به ذکر نام خود در وبسایت رادیوی آزادی نوشت به نفقه خوران با شناسنامه کهنه نفقه نمیدهند. دیروز شاهد این واقعه بودم. اقتصادچی هم گفته است همه این به منفعت دولت است، نه به منفعت خلق. و از جمله نوشته است دولت‌های دیگر از جمله روسیه تا حال همان شناسنامه سرخ کهنه را استفاده می‌برند. در تاجیکستان الکی دفعه 4 یا 5 است که شناسنامه را عوض می‌کنند. در تاجیکستان جای کار نیست ولی سیم کارت و شناسنامه بهانه‌ای تیار. خواهیم خواهیم که امیر یک چورش بینن و یگان کابینت دیگه زیادی کنن همین خلق عذاب نکشد در گرمی و چی. فیروز شریپوف در اینستاگرام گفته است که فرصت برای گرفتن شناسنامه پلاستیکی خیلی کوتاه است و نوشته است کمی غم مردم را هم خورید. ما بیکار نیستیم. بعضا برای سر خوردن وقت نمیابیم. مریم دولتова در فیسبوک گفته است که دالان‌های اداره شناسنامه‌دهی در وقت‌های دیگر هم گنجایش 10 نفر را ندارند. غیر از این روند در 2-3 کارگاه صورت می‌گیرد. هوای گرم، آدمان دلتنگ و عصبی، کارمندان خسته یک حالت متشنج را ایجاد کردند. قرض‌های چین به تاجیکستان بسیاری از کاربران را آرام نگذاشته است. چین در یک هفته اخیر برای استفاده از کان نقره‌ای یک جلوه در مرغاب به سازش رسید و به بازسازی شرکت تلکا بیش از $5 میلیارد داد. پس از نوسازی انتظار می رود اقتدار تولید آلومینیوم در این کارخانه تا 300,000 تن در سال بالا رود. یکی از کاربران در وبسایت رادیوی آزادی نوشت که به خود بیایید، قرضگیری را بس کنید، کارگران حکومت فکر برگرداندن را کنید، این پول‌های گرفته را چه خیل پس می‌دهید. کاربر دیگر گفته است بعد رفتن چینی ها یگان رستنی در تاجیکستان قد راست کردن نمیتواند. به جای آباد کردن پایتخت اول جای کار بسازد تا نان خانه پیدا شود. پایتخت آباد باشد ولی مردم گرسنه چی در کار؟ پیرس گفته است که چرا شرط های قرارداد با چین را آشکار نمیکنید؟ باید خلق داند. ولی بیژن سهرابزاد در فیسبوک میگوید که ما به چین نمیتوانیم. با بحث ها در فیسبوک، در وبسایت و اینستاگرام رادیوی آزادی همراه شوید یا به ما نویسید به این شماره تلفنی که میبینید در وایبر، واتساپ، تلگرام و یا ایمو. تا دیدار در برنامه دیگر.